دوستان عزیز، این جاروبرقی که شما میبینین مخصوص شستن فرشه که ما فرشمون رو شستیم. مبلمان رو میتونیم بشورین، قالیچه رو میتونیم بشورین. از فروشگاه DM در کشور آلمان ما تهیه کردیم و کاربردش هم داریم میبینین توی تصویر که داره چطوری برامون کار میکنه. خیلی تمیز میکنه، خیلی قشنگ میشوره و میتونین از این دستگاه بسیار خوب به راحتی استفاده بکنید. حالا چطوری میشه تهیهش کرد و من در کپشن می‌نویسم برای شما عزیزان. طرز استفادهش هم نگاه کنید. اینجا مخزن آبیه که از اینجا وارد میشه، آب کثیف که از فرش شما یا از مبل شما وارد این مخزن میشه. این مخزن اصلا کاری باش نداریم. این مخزن عقبی هستش که باید آب بریزین داخلش و این شوینده رو بهش اضافه بکنید که خود همین فروشگاه DM به شما میده. باید ازشون خریداری بکنید. اضافه میکنین. 4 سر از این شوینده کفایت میکنه برای این مخزنی که هر بار شما پر میکنید. یه چیزی که ما خودمون متوجه شدیم این هستش که این مخزن آب خیلی راحت، نگاه کنین این جلو یه سطری داره که هر بار این آب کثیف اومد اینجا پر شد خالیش میکنید، تمیزش میکنید و آب تمیز که داخلش بریزین پر تا پر، کیپ تا کیپ قشنگ این مخزن شما رو پر میکنه.